در این بخش میخوایم یکی از نرم افزارهای بسیار عالی برای ایجاد صفحات وب رو با هم بررسی کنیم و ترکیب اون رو با ویژوال استودیو 2010 بررسی کنیم. نرم افزاری که میخوام براتون بگم نت آبجکت فیوژن 11 هست. خب این رو باز بکنم. نرم افزار فوق العاده زیبایی هست توی زمینه طراحی وبسایت و بسیار ساده وبسایت رو طراحی میکنه. خب نرم افزار رو اجرا میکنم. بخش هلپ در اختیار ما قرار میده و اینجا من میتونم صفحه سایت رو خالی ایجاد کنم یا بیام از طریق ویزارد یا پنجره هایی که پشت سر هم نکس میکنم استفاده کنم. انتخاب میکنم این رو. خب اینجا میبایست من الگوی اون سایت خودم رو در نظر بگیرم که چه الگویی نیاز دارم برای کلا طراحی وبسایتم. درست شد؟ اینا همش رو میتونم من به عنوان طرحهای نمونه انتخاب کنم. ببینید که طرح خیلی زیادی هم داره، طرحهای خیلی زیاد و متنوعی داره که میتونی هر کدوم رو نیاز داشتیم انتخاب کنیم. من این طرح که خیلی طرح ساده هست انتخاب میکنم، نکس میکنم. اینجا باز مشخص کنم که چه صفحاتی من داشته باشم. من میتونم همه صفحات رو اگر نیاز داشته باشم، این تعداد صفحه در اختیار من قرار میده تو سایت و من میتونم همه رو انتخاب کنم. نکس میکنم. در مرحله بعد میگه فرم پر کن که من نیاز به پر کردن فرم ندارم و فینیش. سیو میکنم اون رو. بعد از اینکه سیو شد حتما جای قبلی ریختم، اتوماتیک دیاگرام سایت من رو فعال میکنه. این نرم‌افزار حداقل از لحاظ گرافیکی خیلی قدرت بالایی داره. میتونم من کل صفحاتش رو در سایت خودم استفاده کنم. ببینید بسیار ساده سایت من رو ایجاد کرد. خیلی ساده. دو بار کلیک رو هر کدوم از صفحات من میتونم وارد پنجره اصلی بشم. و فرض مثال من حتی میتونم اینجا کلیک راست کنم و نیو پیج بزنم. ببینید زیر مجموعه اضافه میشه. یعنی میتونم حالا اسمشم مشخص کنم. سرویس ها، مثلا سرویس نیوز. دو بار کلیک رو هر صفحه وارد پنجره ویرایش صفحه مربوطه میکنم. ببینید دقیقا صفحه سایت در اختیار من هست. پنهان میکنم اینها رو که ببینید از این دید هم میتونم صفحات خودم رو ببینم. اینا همه صفحات سایت من هستن. خب هر بخش اینجا مجزا انتخاب میشه و قابل ویرایش هست. ببینید من دقیقا تیکه تیکه میتونم اینها رو انتخاب کنم و روش مدیریت مجزایی داشته باشم و همه خصوصیت رنگ رو دیگه میدونم که باید این رو تغییر بدم. در ضمن دو بار کلیک روی هر تصویر امکان تغییر تصویر رو در اختیار من قرار میده. در ضمن اگر میخوام رنگ ها رو استفاده کنم میام سراغ این قسمت. اینجا که ظاهر شد هر رنگی رو اینجا دوست داشتم میتونم من انتخاب کنم و به صفحات سایت خودم نسبت بدم. خب اینا الگوهای خیلی زیاد داره. میتونی هر الگو رو نیاز داشتی اینجا روی صفحات استفاده کنی. من به فرض این الگو نیاز دارم، دوباره کلیک میکنم روش تا وارد صفحه اصلی من بشه. حالا وقتی که اومدم سراغ پیج ها، این برای همه صفحات به صورت یک دست و یک نواخت ذخیره شده. ببینید حتی این دکمه های نویگیشن بار هم برای من مشخص شده. حالا برای اینکه پیشنمایش ببینم اینجا یک پریویو دارم. ببینید منتظرم تا اجرا بشه. اکتیویتی ها رو فعال میکنم. یس. خب ببینید یک سایت بسیار کامل و جالب برای ما فعال کرد که من تونستم اینها رو همه رو در اختیار شما قرار بدم. خب خیلی ساده. خب 100% اینجا که اومدیم ما 100% با سیو از میتونم همه صفحه خودم رو سیو کنم و بعد جای دیگه ازش استفاده کاملی داشته باشم. خب اینم ساختن صفحه سایت به وسیله نرم افزار نت آبجکت فیوژن که خیلی نرم افزار ساده‌ای هست. البته توی جو ابزار هم قابلیت خیلی زیادی رو داره. خب قابلیت‌های حالا ایمپورت کردن فلش که خیلی باید روی اون کار کرد و از اون استفاده کرد.